همزمان با سپاسنامه قدردانی کرده می شود. هفته‌نامه SSA مبارک باشد. از مشاور بخشی آدمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزیر محترم برای سخنهای نیک آمد. دوستان عزیز، با این جشن که این فقط جشن اهل مطبوعات نیست، این جشن خوانندگان نشریه ها نیز می باشد، این جشن ملی می باشد، این جشن عمومی ملی هر کدام ما می باشد. جشن مبارک باشد. البته در طول این یک سال ما بسیاری از همپیشگان خود را متاسفانه از دست دادیم و خاطره آنها را ما همیشه گرامی می‌داریم، چون که اکثر آنها سابقه‌داران مطبوعات بودند، آنهایی بودند که مکتب خود را داشتند و این مکتب امروز به توسط شاگردان آنها پیش می‌رود و جشن مطبوعات هم این نتیجه گیری از فعالیت ها می باشد. اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان همساله در عرفه جشن روز مطبوعات تاجیک جایزه های خود را تقدیم می کنند و نخست باید بگیم که امسال اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در 5 بخش جایزه به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی را اعلان داشتند. این بخش مطبوعات، سامانه های اطلاعاتی، تلویزیون، رادیو و پژوهش علمی. هدف اساسی آن می باشد که ما بهترین نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه و خصوصا مطبوعات را تقدیر کنیم، قدردانی کنیم و امکانات آن را فراهم کنیم که آنها توانند در این گونه آزمون‌های ایجادی اشتراک نمایند. سال روان و آزمون ایجادی ما، یعنی با جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی 38 داوطلب مواد خود را پیشنهاد کرده بود و برای کمیته جایزه های اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان از بین اینها جدا نمودن غالبان البته خیلی دشوار بود، ولی این کمیته که از حساب متخصصان ساحه ترتیب یافته است خلاصه خود را اعلام کرد و حالا با حضور شما، در حضور شما ما نتیجه های این جایزه را اعلام میکنیم و برای سپردن جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در بخش مطبوعات من خواهش میکنم از عضو ریاست اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، سردبیر نشریه SSR، ژورنالیست شناخته ما و شما سیاف میترا که به اینجا بیایند تا این جایزه را تقدیم نمایند و تا آمدن سیاف من با معلومات شما میرسونم که در بخش مطبوعات 18 نفر داوطلب بود و از این میان 4 نفر بهترین ها برگزیده شدند و سبب دیگری به اینجا دعوت نمودن سیاف میترا می باشد که نشریه SSR و سیاف میترا سرپرستی یک بخش مطبوعاتی جایزه امساله ما می باشند که ما از ایشان خیلی منتظر هستیم، سپاسگزار هستیم و خواهش میکنیم یک خطک و خاطر قیمت بلندی داشتند. و اینک جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در بخش مطبوعات کمال قربانیان، ژورنالیست سابقه‌دار، سابق سرمحل روزنامه جمهوریت، مؤسس هفته‌نامه پاسیوس و امروز یکی از ایجادکاران فعال ما و غالبان مدال جایزه ایوان استاد ابوالقاسم لاهوتی که مدال و شهادتنامه سپرده می شود و طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان همه ما شما می‌دانید که ما با پرداخت‌های غیر نقدی گذاشته و مبلغ جایزه و صورت حساب غالب جایزه ارسال کرده می‌شود. تبریک می‌گوییم. مبارک شود. موجوده حسنова برای سلسله مقاله‌های اقتصادی. موجوده حسنова شما اکثر ژورنالیستان ما می‌شناسند که در رسانه‌های خبری فعالیت داشتند و امروز در
بانک ملی جمهوری تاجیکستان می‌رسد. نفر دیگری که با جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان برای استاد ابوالقاسم لاهوتی در بخش مطبوعات سزاوار دانسته شدند، استاد عمر شیرخان خبرنگاری هستند که در هم اشیاء کاملان اولشون هم در مسئله اتصال شده هم در بانوان تاجیکستان خیلی زیاد مانند و استاد اکثر ژورنالیستان جوان هستند. مرحبا استاد. برنامه استاد ابوالقاسم لاهوتی در ساحه مطبوعات نفری تایید می‌گردند که از مضافاتم برای خیلی زیاد می‌نویسند. امیر سعیدزاده ممکی از ناحیه خاوری، استادم پژوهشگر هستند، هم در آثارخانه ناحیه کار می‌کنند و هم یکی از مخبران فعال جمعیتی بازدهی اخبار عمومی چاپی ما می‌باشند. تشکر زیاد می‌گیم و سلام می‌دارم برای تبریک جایزه. واسیماساما اگنتی ملی انقلابی تاجیکستان خاور مبارک باشد. دستگیری می‌کنید دوستان عزیز. واسیماساما روزنامه بدخشان مقامات اجرایی حاکمیت نجمیدی شاهینبادov سابقه‌دار مطبوعات با نشان اعلاجی مطبوعات جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده می‌شود. خوشبخت‌زاده کابیرجان پرزیدنتی اکادمی ملی علوم تاجیکستان. عبدالحمید صمد نویسنده خلقی تاجیکستان سابقه‌دار مطبوعات مبارک. با نشان اعلاجی مطبوعات جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده می‌شود. محکم افتادجان مبارک باشد. تشکر زیاد معلم عزیز. مبارک باشد. تبریک میگیم و تشکر زیاد